چرا یک زن میتونه ریزترین جزئیات دعوای 10 سال پیش رو به یاد بیاره ولی یک مرد نه؟ چون مغز زنها و مردها خاطرات رو کاملا متفاوت ذخیره میکنن. در مغز مرد خاطرات بد مثل یک فایل ساده ذخیره میشن، اما در مغز زن هر خاطره به یک حس قوی وصل میشه. در مغز زن بخش احساسات و ذخیره سازی خاطرات خیلی محکم‌تر از مردها به هم وصل شده. یعنی هر بار که زن خاطره رو به یاد میاره، درد اصلی رو هم میتونه دوباره تجربه کنه. به همین دلیل مرد فکر میکنه مشکل و منطقی حل کرده و پرونده رو بسته. اما زن با هر مسئله جدید در واقع داره با تمام احساسات گذشته و تاریخچه اون اتفاقات مبارزه میکنه. پارتنر شما کینه‌ای نیست. مغزش احساس و اتفاق رو طوری به هم چسبونده که عملاً جدا کردنشون غیر ممکنه. پس آقایون، دفعه بعد که شریک احساسیتون ناراحت بود، جمله‌شو تکمیل نکنید، بهش کنایه نندازید که همش از گذشته میگی و فقط گوش کنید. این تنها راهکاریه که هر دوتاتون به آرامش میرسید و چرخه دعوا رو میتونید متوقف کنید.